خالی ما و شما و عمکش ابو طالب اینقدر حمایه کرد از حبیب خدا صلی الله علیه و سلم. با وجود این وقتی که لحظه های آخر حیاتش بود ابو طالب از بس که نفری که چگونه که حبیب خدا میگوید من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، حبیب خدا میگوید که آخر سخنش لا اله الا الله باشد الله اون داخل جنتش میکنه. و یا حبیب خدا برای من تو تلقین نمیکند برای امتش که لقنوا موتاکم لا اله الا الله. حبیب خدا میگوید که اون نفرهایی که در حالت احتضار و مرگ هستند اونا را شما با کلمه لا اله الا الله تلقین کنید تا اینکه داخل جنت شوند. و حبیب خدا بعد خدمت‌های زیادی امکش که حمایش میکرد اومد گفت یم قل لا اله الا الله احاجک بها عند الله. اما لا اله الا الله بگو تا اینکه عاجز شم حجت شم پیش خدا نجاتت بدی. از دست ابو جهل و مغیره و مشرکای مکه نشست کردن در کنار ابو طالب گفتن اترغب عن ملت عبدالمطلب، نکنی که از دین باباگی بگردانی و همین گفته‌های یعنی پسر جوان و کلمه لا اله الا الله گذشت کنید. خلاصه وقتی که به همون دین باباگیش که گذشت کرد همون سال پیامبر خدا آن روز سال زیفی اعلام کرد. الله میدوند که حبیبش برای امکش به هدایت گذشت کردن زیر شده است و یک کلمه نازل کرد انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. و ای حبیب تو هدایت نمیدی هر کی را دوست داری، اما الله هر کی را که بخواه هدایت میکنه. با وجود این قدر در کنار حبیب خدا بود به هدایت گذشت. برای این مقیاس چینک به این نیست که فرزند نبی از اولیا باشیم یا ولی از اولیا. ببین که مقیاس چینک در شریعت و عمل صالح که بود حضرت نوح علیه السلام با وجود نبوت فرزندش به ایمان گذاشت. از بس که جگربندش بود فرزندش بود زیر شد گفت رب این ابنی من اهلی و این وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. خدایا این فرزندم جگربند من از اهل من وعده تو حق تو احکم الحاکمین فرزندی من چی کرد؟ اما خدا چی بود؟ یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح. گفت نگوی نوح که ای اهل من این عمل غیر صالح است چونکه خدا را اطاعت نکرد شریعت را اطاعت نکرد. برای این چگونه که اشاره کردیم در ابتدا و یا شمانه الله کنیم که من تو خداوند هدایت کرد، اگر که هدایت الله نمیشید هدایت نمیافتیم. لیکن در برابر هدایت برای سعادت دنیا و آخرت برادرای عزیز حاصل کردن اینم باز میگردن به یادداشت الله. خداوند بزرگ در کلام عظیم شان میگوید فاذکرونی اذکرکم. الله میگوید من الله به یاد بیارید منم شما را به یاد میارم. در مقابلش خدا میگوید که نسوا الله فنسیهم، نفرانی که خدا را فراموش کردن الله هم را فراموش کرد. ولی همین تاریخ انبیاء را ببینید اینقدر خوشبختی و موفقیت هایی که نایل گشتن همش نتیجه همین بود که به یاد خدا بودن. تعرف علی الله فی الرخاء یعرفک فی الشدة. حبیب خدا میگوید حدیث و آیات ها را تقویت میبخشد چگونه که در بالا گفتیم که الله میگوید که من به یاد بیارید منم شما را به یاد میبیارم. حبیب خدا میگوید که الله در حالت امن تنجید وقتی که بشناسید و یاد بیارید خداوند در شرایط و سختی‌ها دست کمک دراز می‌کند. و این می‌بینید قصه انبیاء حضرت یونس علیه السلام وقتی که قومش سرکشی میکنند، وقتی که یک ناراحتی که از حضرت یونس میشود الله ابتلا و سنجش میکند. واقعا حق خداوندی است که بنده هاش سنجش کند. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. حبیب خدا میگوید سخت‌ترین بلا در سر انبیاء هاست
بعد صالحین بعد زینب و زینب المرء یبتلا بقدر دینه. hani یک نفر الله با قدر دین و دیانتش سنجش میکنه. حضرت یونس سنجش و امتحانش همین بود که بعدی که از قومش ناراحت شد در درون ماهی که رفت دید که در اونجا یک عالم دیگه وقتی که یک قوم که نامید شد میبیند که در داخل ماهی سنگها و ماهیان الله ذکر بیان می‌آورد. آخر این چیز است که خداوند میگوید و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. هر مخلوقات الهی که نباشد الله تسبیح ذکر میکنند لیکن نمیتونن بفهمند. بعضی یادداشت از اصحاب کرام شد از اون شخصیت‌هایی که عبدالله ابن مسعود کنار استاد به یاد آورد واقعا اون شخصیتی بودن که میگفتن که 10 آیت از حبیب خدا تعلیم میگرفتیم اون تجاوز نمیکردیم گذشت نمیکردیم باید تطبیق میکردیم باز از حبیب خدا 10 آیت دیگه تعلیم میگرفتیم. شخصیت‌هایی که وقتی که میگوییم که هر چیزی که نباشد از مخلوقات الهی الله تسبیح میگویند همین شخصیت عبدالله ابن مسعود نفری بود که یعنی که بزرگی نداشت تن توش با قوت نداشت لیکن همون قوت ایمانیش تا جایی بود که بالای درخت خرما میبامد صحابه همچنان خنده میکردن از پاچه های لاغر عبدالله حبیب خدا میگو اتضحكون عن عادتی والله لقدم عبدالله يوم القيامة أثقل من جبل الأحد في الميزان أو كما قال. وشما پاچه‌های لاغر عبدالله رو میبینن میخندید والله قدم‌های عبدالله روز قیامت از کوه احد دیده وزن‌تر از در میزان. این قوت ایمان شد. این عبدالله بود که در حضور حبیب خدا نشست میکرد میگو با همراهی حبیب خدا طعام تناول میکردیم ما تسبیح برینج آش میخوردیم تناول میکردیم تسبیح میشنیدیم. همین صداقت همون کلام الهیه که و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. حضرت یونس در داخل ماهی تسبیح ماهیچه‌ها را میشنوند سنگها و جمادات میشنوند اونجا میگوید که فنادى فی ظلمات لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ندا کرد در اون ظلمات در تاریکی خدایا تو یکی یگانه ای خدایا تو پاکی ما از جمله لغزشگرانی. و همون کلام الهیه که من به یاد بیاریم منم شما را به یاد بیارم وقتی که ندا میکند صدا میکند دعا میکند یونس ملائکه میگویند که صوت معروف من عرض معروف فی عرض غریب. ملائکه ها بودن آواز شناخته از کسی شناخته در یک زمین جای غریبی که نامعلوم کجا باشه. الله میگوید که ملائکه هاشا که باید شما رو میدونید این یونس که الله مناجات کرده پروردگار خوشم مناجات کرده. ملائکه ها بودن افلم تنجیه کان یذکرک فی رخاء. خدای نجاتش نمیدید و در حالت رخا و امنی همیشه بیادی تو بود. امروز در این حالت که یونس قرار گرفته خدای نجاتش نمیدید. الله میگوید که فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. الله در جواب که اگر که این بنده من یونس از جمله مسبحین ذاکرین نمیبود در داخل ماهی تا روز قیامت میموند. اما سبب نجاتش این خلیش نتیجه چی بود؟ نتیجه همون بود که برادرای عزیز به یاد الله بود. به یاد الله تا جایی که همون حالت عملی خدا را که به یاد می‌آورد از سختی خدا به یاد می‌آورد. اما در مقابلش این دست عبرت قصه بزرگوار که خداوند می‌گوید که لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الألباب. قصه این بزرگوار این داستان‌های قرآنی همش عبرت برای صاحب عقل. در مقابلش فرعون وقتی که حضرت موسی علیه السلام می‌خواست درک کنند اصحاب موسی می‌گفتند حضرت موسی را که این نادرکون ای موسی کجا می‌گن که اون را درک کرده
فرعون با پیروانش ما را نابود می‌سازد. اما اعتماد صداقت موسی که به الله زیاد که گفت کلا این معی ربی سیهدین، او هرگز خدای داریم که ما را هدایت می‌کند. حضرت موسی با همراهی پیروانش با سری بلند نجات یافتند. اون نفرهایی که ناکام شدند فرعون و پیروانش بودند. وقتی که غرق شد فرعون او آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین. با این کلمه که ایمان آوردم به خدای موسی، به خدای بنی اسرائیل، من از جمله مسلمین. ایمان یأس، ناامیدی. ملائکه وقتی که میشنوند میگویند صوت منکر من عبد المنکر لم نسمعه من قبل. ملائکه گفتند که آواز ناشناس از کسی ناشناس پیش از این دعا نشنیدند. الله عزوجل در برابرش گفت که الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین. اکنون